روزگار نیک یا به گفته قدیمی های ما زرتشتی‌ها روزگار نیک. امروز بند 4 از هات 28 یسنا اهنودگاد سروده های اشو زرتشت سپنتمان را براتون میخونم و توضیح مختصری در مورد اون میگم. اول برگردان شادروان موبد فیروز آذرگوش است. در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد، با آگاهی از پاداشی که خدای هستی بخش دانا برای کارهای نیک مقرر فرموده است. کوشش خواهم کرد تا آنجا که مرا تاب و توان است مردم را بیاموزم که به راستی گرایند و درستی پیشه کنند. جناب بهنام مبارکه این بند رو اینگونه برگردان کردند: بیگمان روانم را با اندیشه نیک همراه می کنم، چون آگاهم از پاداش مزدا اهورا از برای هر کرداری که در راه او انجام گیرد. تا مرا تاب و توانی هست مردم را خواهم آموخت تا راستی و درستی پیشه گیرند. خب اولا که اشو زرتشت اینجا هم خودش رو به عنوان یک آموزگار معرفی میکنه. کسی هست که آمده است که مردم را بیاموزاند. اما بیاموزاند از چه؟ از این که به راستی گرایند و درستی پیشه کنند. این به راستی گرایند و درستی پیشه سازند رو برای واژه عشا استفاده کردن، همون عشایی که چند بار به اون اشاره کردن و به معنی نظم و هنجار جهان هستی است که اورمزد اهورامزدا برای کار به سامان هستی چه گیتی و چه مینو طراحی کرده. معنی عشا تنها راستگویی و راست گفتاری و راست کرداری نیست، اون نظام جهان هستی است. زرتشت آمده و میگوید که من اومدم به مردم بگم ای مردم، اگر رستگاری گیتی و مینو رو میخواهید باید این کار جهان رو بشناسید، باید بدانید که کار جهان چگونه است. اون نظم و قانونی که دادار اهورامزدا برای رستگاری جهان هستی برنهاده، اهورامزدای سراسر نیکی و خیر، باید اون رو بشناسید تا در جهان گیتی و مینوی خودتون رستگار بشید. مفهوم راستی بسیار گسترده تر از راستگویی و راست گفتاری و راست اندیشی و راست کرداری است. یعنی شناخت اون نظام و شناخت اون هنجاری که بر جهان هستی حاکم هست که با شناخت اون هست که ما میتونیم شادی و شادمانی و خوشی و خوشبختی رو برای خودمون و جهان هستی بیاوریم. در مقابل این راستی واژه دروغ به کار میره. دروغ هم به معنی دروغ اندیشی و دروغ گفتاری و دروغ کرداری نیست. دروغ یعنی آن چی که برخلاف این نظام جهان هستی است. و انگره مینو که بعدها شد اهرمن، کار خلافی که کرد این بودش که از این نظمی که جهان هستی رو اهورامزدا بر پای اون میچرخونه عدول کرد، مخالفت کرد، به ستیز با او برآمد و خلل و نابسامانی در جهان هستی ایجاد کرد و عاقبت هم البته به دست پارسایان اندیشمندان و خردمندان بشری از میان خواهد رفت. باری پس اشو زرتشت میگوید من آموزگاری هستم که آمدم به شما بگم ای مردم، خرد خودتون رو به کار ببندید، دانش بیاموزید، نظام هستی رو دریابید و بر اساس اون زندگی
مادی و معنوی خودتون رو طوری ترتیب بدید که رستگاری گیتی و مینو برای خودتون دست و پا کنید. این یک آموزه ابدی است. در هر زمانی 1000 سال دیگه هم این آموزه همچنان نو و تازه است. حالا ما در آیین و دین و سنت زرتشتی قوانین دینی هم داریم، آنچه که بهش میگیم فقه یا شرع به زبان امروز. برای مثال دستورهای پاکشویی وندیداد. در زمان خودش اندیشمندان زرتشتی اون دستورها رو برای پاکیزگی خانه و محله و روستا و شهر و کشور و جهان بهترین دستورها دیده بودن که آلودگی و ناپاکی رو از پیرامون خودشون دور کنن، از بیماری ها دوری بکنن، از ناهنجاری ها دوری بکنن، بر اساس دانش زمان خودشون و آگاهی زمان خودشون. اما امروز اون اصل پاکی و پاکیزگی هنوز برقراره، اما روش هایی است که دانش امروز به ما میگه. اشکال اونجا پیش میاد که من زرتشتی امروز اگر بخواهم برای پاک نگه داشتن خانه و شهر و روستا و شهر و کشور و جهان بخواهم مو به مو و بین به این همون دستورهایی رو که 2500 سال پیش بر اساس دانش آن روز خردمندان اون زمان با خیرخواهی هم ترک کرده بودن رو امروز هم مو به مو اجرا کنم، بدون در نظر گرفتن دانش امروز، بدون در نظر گرفتن آگاهی های امروز، بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و اجتماعی و زیست بوم و آب و هوا بخوام عیناً اون آیین ها رو امروز هم اجرا کنم. اشکال اینجا پیدا میشه و ما زرتشتیان چنین نمی اندیشیم. آموزگار به ما گفته است که ما باید هنجار هستی رو بشناسیم و بر اساس او زندگانی کنیم تا شادمانی و خرسندی گیتی و مینو رو به دست بیاریم. اما در آغاز این بند نکته زیبایی است. میگوید در پرتو اندیشه پاک روانم را به سوی فردوس رهبری خواهم کرد. ببینید زرتشت میگوید که اول روانتون رو با وهومنه، اندیشه نیک، بهترین اندیشه نیک، اندیشه برآمده از خرد و خردمندی، اندیشه مبتنی بر آشتی و آرامش و نیکویی همسان و هماهنگ کنید. از خشم و ستیز و بیداد و دروغ و دوری کنید. روانتون رو با وهومن همسان و همسو کنید و به این طریقی که شما میتونید راستی رو بشناسید، اشعار رو بشناسید و خواست اورمزد یا اهورامزدا رو برآورده کنید و آنگاه که کردید برای شما پاداشی مقرر شده و به اون پاداش خواهد رسید و اون پاداش بعدها هم گفته میشه رسیدن به گروسمان یا آنچه که ما بهش مینامیم هست و همنشینی و همسیستی با ایزدان و انشاسفندان و خود دادار اورمزد است. از خشم و ستیز و دروغ و جنگ و درویی و بیداد باید دوری کرد و این بسیار بسیار کار مشکلی است. در شرایط امروز میبینید که چقدر ظلم و بیداد هست، چقدر ستم هست و در این شرایط انسان خودش رو و روان خودش رو از بیداد و دروغ و ستم و جنگ افروزی و خشم و کینه به دور نگاه داره و وهومن رو در روان خودش جایگزین کنه تا به اون طریق بتونه بفهمه راه آوردن خوشی و شادمانی و نیکبختی به این جهان چیست و راه
دور کردن دروغ و بیداد و ستم و نادانی و کجاگاهی و دوجاگاهی به راستی چیز کار آسونی نیست در دنیای امروز. انسان خیلی ساده میتونه خشمگین بشه، ستیزه‌جو بشه و راههایی رو پیش بگیره که نه تنها زور دروغ و بیداد رو کاهش نمیده، بلکه آتش جنگ افروزی و خشم و کینه رو فروزانتر میکنه و ویرانی های بیشتری ایجاد میکنه. به هر حال پیام بند 4 از هات 28 اینه که نخست وهومن رو در روان خودمون میهمان کنیم با تمام سختی هایی که داره، با تمام افت و خیز هایی که داره. از طریق او با اون آرامشی که به دست میاریم نظم و هنجاری که بر جهان هستی حاکم است رو بشناسیم تا بتونیم آرامش و شادمانی و رستگاری برای خود و دیگران در گیتی و میلو فراهم آوریم و از این طریق پاداشی رو که دادار اهورامزدا برای نیکان و پارسایان و راستیجویان برقرار کرده رو نهایتاً به دست بیاریم که رستگاری این جهان است و رستگاری مینوی و همنشینی و دیدار با ایزدان و امشاسپندان و خود دادارونز در گروسمان یا در سرای سرود و فروغ بی پایان است. خدا نگهدارتون.